داخل این ویدیو یه فروشگاه آوردم که همه اجناس داخل این فروشگاه فقط و فقط 1000 تومن میازه. که خب بچه من واسه این فروشگاه کلی خرج کردم و قراره کلی سود بکنم. بهتون بگم چه چیزای داخل این فروشگاه داریم. به طور مثال ما از اینجا واسه موسیقی داریم، نمیدونم رادیو داریم، تلویزیون داریم، پی سی داریم، وسایل تفریح، کارگری، آشپزخونه، همه چی داخل اینجا چی موجوده. فقط چیزی که نیست مشتریه. فقط باید یه ذره منتظر باشین تا مشتری بیاد. حتما اگه جلسه برید باید سابسکرایب کنید ببینید مشتری میاد یا نه. A few moments later. آی بچه‌ها الان چند دقیقه گذشته من هیچ مشتری نگرفتم. بابا مشتری پس اون دور یکی دارم میبینم. الو بچه‌ها این که ماینکرافته. استیو خودتی؟ سلام. حال سلام. شما خوب هستید؟ آره اینجا چی کار میکنی تو دنیای جی تی ای؟ والا من به دنیاهای مختلف جدیدن سفر میکنم و میرم هر چیزی که برای من قشنگ باشه رو میخرم. بابا بنازم. آقا نگاه کن به فروشگاه 1000 تومانی من خوش اومدی. نگاه کن همه اجناس اینجا فقط و فقط 1000 تومانه. فقط یه قانونی داره اینه که تو فقط اجازه داری یه دونه آیتم برداری نه بیشتر. نمیشه 500 تومنش کنید؟ نه 1000 تومن دیگه. هفته باشه. تو این همه دایمند و اینا میکنی کلی پول داری بعد میای به من میگه که 200 تومنش بکن دیگه. 200 تومن که کاری نمیشه. آخه الکس همه دایمندای منو برداشت. الکس رو خیانت کرد. واقعا خیلی نگرانتم. آره در کار ببین اینجا قشنگ فروشگاه بگه یه آیتم وردا ببینن چی برمی‌داری. اوه کامپیوتر. به به. بذاریم ببینم این کامپیوتر چیه؟ مکبوکه؟ آره خودت تو کامپیوتر بازی میتونی بکنی. چقدر خوبه. این شده ماینکرافت. خب بس دیگه. بنز کافی کامپیوتر چرب شد. خب بذار ببینم دیگه چیا داری. این دیگه چیه؟ این ماشین ایرانیه. ماشین ایرانی؟ آره ماشین ایرانی. اسم این ماشین چیه؟ این بهم میگن پرشیا. آی چیکار داری میکنی؟ دارم یه لحظه تستش میکنم. اوکی من همینو ازتون میخرم. اوکی فقط قبلش نکن. میبینی چقدر مقاومه؟ میبینی؟ مردک نکن. بعدم بهت نشون میدم چقدر مقاومه. بابا شیشه‌شو شکوندی. نکن. اصلا مقاومه تر از این ماشین دیدی یا ندیدی ها؟ بابا نکنه. آی چرا میزه خودت هم داری میزنی؟ اوکی آقا بیا اینجا. بیا پای صندوق. بیا پای صندوق. آقا بفرمایینم کارت. اوه مرسی بچه‌ها. 1000 تومن کاسب شده. به نظرم خدا وکیل به این سود به این بیزینس میگم بچه‌ها. وای خدا من اینو برمی‌دارم آقا. بارا با اجازه شما. آی آخ ببخشید مراقب باش. آره دیگه. بله این بود از اولین مشتری ما. حالا بده بیرون فقط ماینکرافت. ان شاء الله که از در رد میشه. خدا نگهدار.